به نام خدا، مهدی عطارزاده هستم و میخوام امروز نحوه طراحی دست رو بهتون آموزش بدم. ما در طراحی معمولاً اصول ساده سازی رو به کار میگیریم. جهت ساده سازی تمامی اشیا و آبجکت ها ما بهتره که بیایم تقسیم بندی های انجام بدیم. به عنوان مثال وقتی که میخوایم یک دست رو طراحی بکنیم، شما میتونید دست خودتون رو به عنوان یک الگو برای خودتون مدل کنید و از اون طراحی کنید. من حالا اینجا بهتون نشون میدم که چطور میتونید این کار رو انجام بدید. وقتی که میخواید دست رو طراحی بکنید، میاد اول جای اون رو توی کادر مشخص میکنید. یعنی اگر ما یک کادری داشته باشیم به این شکل، ابتداءً جای اون رو در کادرمون مشخص میکنیم. مثلا به فرض میگم که من میخوام کل دست این فضای کادر رو پوشش بده. خب ما ابتدا محدوده کادر رو مشخص میکنیم و فضای مثبت و منفی رو در نظر میگیریم. به صورت آکادمیک و اصولی ما باید فضای مثبت و منفی رو به یک اندازه در نظر گرفته باشیم. همونطور که می‌بینید تقریبا فضای مثبت من با فضای اطرافش فضای منفی تقریبا به یک مقدار هست. کاری که میکنم پس از اینکه حدوداً جای دست رو مشخص کردم، میام تقسیم بندی های بعدی رو انجام میدم. یعنی مثلا میگم که این قسمت از دست میتونه یک قسمت مجزا باشه و این قسمت هم همش رو با هم دیگه بچه اشتراکشون یک قسمت در نظر میگیرم و بعد هم انگشت شست رو هم قسمت سوم در نظر میگیرم. حالا اینجا من یک تقسیم بندی انجام میدم به این شکل. میگم خب این میشه فضای تقریبا مربع شکل من و بعد انگشت شست رو به اون اضافه میکنم. اینم تقریبا جای انگشت شست و بعد این هم جای قسمت مابقی انگشت. خب ما این در واقع تقسیم بندی اولیه ما یک دایره یا یک بیضی بود. تقسیم بندی ثانویه ما همون سه قسمتی هست که انجام دادیم و به علاوه حالا اگه بخوایم مچ دست رو هم اضافه کنیم به علاوه قسمت مچ دست. خب حالا میایم تقسیم بندی های بیشتری رو اعمال می‌کنیم تا کارمون واقعی تر بشه، تا بتونیم جزئیات بیشتری رو توی کار اعمال کنیم. برای این کار حالا من میام هر کدام از انگشت ها رو تفکیک میکنم. به فرض میگم در این حالت انگشت اشاره و خط دقیقاً داخل اون، یعنی مرکز فرم رو فعلا فقط میکشم، اطراف انگشت رو فعلا کاری باهاش ندارم. پس این میشه خط مرکز، این میشه برای انگشت وسط و انگشت‌های دیگر. برای هر کدام از اینها یک خط میذارم که حدوداً جاشون رو برام مشخص میکنم. بعد انگشت شست رو هم جزئیات بیشتری بهش اضافه میکنم تا برسه به حالا حدود این رو ما مشخص کردیم. الان میتونیم بندهای انگشت رو هم مشخص کنیم. یعنی مثلا هر کدام از این انگشت ها رو ما میتونیم به سه قسمت تقسیم بکنیم، چون ما سه بند برای اون داریم. خب چون من اینو یکم کوتاه‌تر در نظر میگیرم و بعد این رو به سه قسمت مساوی تقسیم کنم. الان هر کدام از انگشت‌های ما به سه قسمت مساوی تقسیم شده. از این به بعد حالا میتونم جزئیات بیشتر رو روی کار اعمال بکنم. چرا؟ چون دیگه ما تقسیم بندی های لازم و استخوان بندی لازم رو اینجا اجرا کردیم. خب برای این کار چی کار میکنم؟ حالا میام به دستم نگاه میکنم و دور این قسمت ها خطهایی رو ترسیم میکنم. انگشت اول، انگشت دوم، انگشت سوم، و انگشت چهارم.
حالا در ادامه من این قسمت ها رو دیگه میتونم به هم متصل بکنم. فرم دست رو سعی میکنم در نظر بگیرم. خب حالا در ادامه پس انگشت رو به این شکل من میکشم و یه کار رو اونجا هم یه بند اینجا داریم و یه بند دیگه هم اینجا داریم و بند سوم هم بلندتر که میرسه تقریبا تا اینجا و وصل میشه به مچ. این قسمت هم ما یک استخوان اینجا داریم که باید این رو در نظر بگیریم که این رو به این شکل میکشم و این هم میشه قسمت مچ دست. این بیایم طراحی رو. حالا شروع میکنم به کشیدن ناخن‌ها. فرم ناخن‌ها در افراد مختلف میتونه متفاوت باشه. خب حالا بند انگشت‌ها رو یه تعداد خطوط لازم داریم که بند انگشت‌ها رو برامون مشخص میکنه. معمولاً سر بند انگشت یک خطوطی به خاطر خم شدن معمولاً روی دست ایجاد میشه که اگه ما اینها رو سر جای خودش بکشیم باعث میشه دست طبیعی‌تر به نظر برسه. حالا یکم مثلا برخی از این تانونی‌هایی که ما داریم اگه دقت کنید این تانونی‌ها هم میتونه یک خطی رو ایجاد بکنه یا اگه دست خم باشه این سر مشت یه مقدار اینجاها برجسته‌تر هست. این برجستگی‌ها رو من میتونم به شکل با چند خط ساده اضافه کنم و بعد هم یک سری اصول تاندون رو که باعث میشه انگار دست ما واقعا استخوان‌بندی داره، واقعا طبیعی هست. بنابراین اینها رو به این شکل ما میایم و کار میکنیم. حالا انگشت شست جهتش با بقیه انگشت‌ها معمولا متفاوته. بنابراین ما وقتی که دست رو اینجوری گرفتیم این انگشت به سمت ما نیست، به سمت بیرونه. بنابراین ناخن هم طبیعتاً به این شکل از کنار دیده میشه.